طوری پیشتر خبر داده بودیم علی اکبر حساموی 35 ساله شهروند تاجیکستان و زاده شهر پنجکند که حدود 1 سال در اوکراین اقامت داشت با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شده و به او استرداد تهدید میکرد. دیروز 5 سپتامبر در شهر کیف در مرافعه سعودی مسئله استرداد او بررسی شد و طبق گفته وکیل دفاع حساموف از حجت‌ها و دلیل‌های ارسال نموده مقامات تاجیکستان برای استرداد حساموف صادقانه نشده است. مقامات تاجیکستان حساموف را با 2 ماده کادکس جنایی 307 دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و 401 زرخریدی متهم می‌کنند. طبق اطلاع منبع پیام در پرونده‌ای که مقامات تاجیکستان و مقامات اوکراین فرستاده‌اند حساموف را به شرکت در جنگ‌های خاورمیانه متهم می‌کنند. در پرونده همچنین آمده است که علی اکبر مدرسه عالم دادخواه شهر پنجکند و دانشگاه الازهر مصر را ختم کرده است. اما روزنامه‌نگار بابا رجب خالف محمد رجب شاهین از خویشاوندان حساموف میگوید تمام وجه‌های در پرونده آورده شده تهمت است. او با پیام گفت علی اکبر 1 ساعت هم در قلمروی سوریه و عراق و افغانستان نبود. او سالها در روسیه مهاجر مهنتی بود. مصر ترکیه فقط برای دیدن من آمده بود. بعد سال 2017 به ترکیه برای کار آمده، بنابر پیدا نشدن کار خوب سال 2018 به اوکراین رفت. به بنده شهرجب شوهیم خبر رسید که یکی از خویشاوندان من در جمهوری اوکراین بازداشت شده است با طلب جمهوری دیکتاتوری تاجیکستان، حکومتداری دیکتاتوران تاجیکستان و همه ما شما چه در داخل چه در خارج میدونیم و فهمیدیم که این حکومت دیکتاتوری است و به هر راه و واسطه آزاداندیشانش را مخالفانش را تهدید میکند و بازداشت میکند، شکنجه و زندان میکند، حتی قتل و کشتار میکند. و شما در زندان شهر خوجند و در زندان شهر وحدت و اخیرا در نقل زندانیان در شهر خوجند به شهر دوشنبه کشته شدن چند زندانیان را مشاهده کردیم. حالا حساموف علی اکبر که زاده ناحیه پنجکند ولایت سعودی جمهوری تاجیکستان می باشد و حالا در جمهوری اوکراین بازداشت شده است و ممکن است که به تاجیکستان استرداد شود. من از این فرصت مناسب استفاده برده همه سازمان‌های داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا و از حزب و حرکت‌های داخلی تاجیکستان ما و شما اپوزیسیونی تاجیکستان مثل پیمان ملی جمهوری تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان و انجمن مهاجران آسیا و از همه ژورنالیستان و گروه بسیار احترامانه خواهش میکنم که در این قضیه دخالت کنند تا این شهروند کامل حقوق، تا این شهروند بیگناه که من خویش تبار نزدیکی من هست و من شهادت میدهم که او بیگناه است و 1 ساعت در یگان مدرسه داخلی و خارجی تحصیل نکرده است و 1 ساعت هم در قلمرو کشورهای بگیریم که سوریه و عراق و افغانستان نبود و من این چیزا به تمام اطمینان میگویم. ژوکوف وادیم ویکتوروویچ وکیل دفاعی حساموف میگوید مرافعه سعودی که دیروز 5 سپتامبر شده گذشت، سود حجت‌های طلب استرداد حساموف از جانب مقامات تاجیکستان را دیده برآمد، اما بنابر قانع کننده نبودن حجت و دلیل‌ها سود طلب کرد که پرونده بازبینی شود. Доказательства они не направляют никакие, не предусмотрено направление доказательств. Они направили тот пакет, который предусмотрен. Просто уведомление о том, что по нему есть в Таджикистане уголовное дело, и он находится в розыске. Все. Больше документов не представляется, чтобы надавали.
Там нет, не обязательно, чтобы были какие-то решения судов, приговоры какие-то. Достаточно уведомления о том, что вот по нему идет уголовное дело и такая-то статья. Вот, и он нужен здесь для рассмотрения этого уголовного дела. Все. Никто ничего не предрешает о виновности или невиновности. Об этом речь не идет.